سلام، بیاین با هم دیگه یه دریم بورد درست کنیم. من عکس‌ها رو بیرون چاپ کردم و خودم تو خونه بریز زدم که کل عکس‌ها شد 153 تومن. چوب پیدا نکردم، به جاش از پشت تخت وایت بورد استفاده کردم که شد 180 تومن. عکس‌ها رو یکی با پونیز به پشت تخت زدم I'm not okay. که پونیز هم 9 تومن. من همه رو به صورت عکس چاپ کردم ولی میشه نقاشی هم کشید. در نتیجه تونستم با کمتر از 500 تومن خیلی خفن درست کنم.